قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اجتنبوا الموبقات الشرك بالله و السحر. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید از کارهایی که باعث هلاکت می شود بپرهیزید که آن کارها شرک به خدا و سحر است که شما را هلاک می کند و شما را داخل جهنم می گرداند. در این حدیث مبارک رسول الله ما و شما را از دو عمل، از دو اعتقادی که بنده را هلاک می سازد آگاه می کند که ما و شما باید از اون بپرهیزیم. آن دو عمل، یکیش شریک آوردن در بر الله جل جلاله است و دیگرش قبول کردن سحر و جادو و یا جادوگر شدن است.